سلام وقتی که من جربات دایی که میانداختم فهمیده؟ دیده؟ بزرگای همه وقت را که بگیم که کلانای دیگه هوایو میگو که جنوبی امیر میگه ما مثلا با امیر گریزه دختر نمیتیم. درودی گرم و جوشان نثار شما باشد عزیزان دل. این لحظه باز با همون سیاحتی که داریم سفر کردیم و یک گوشه نزدیک به شهر دوشنبه که از مرکز شهر دوشنبه در مسافه 18 کیلومتر قرار گرفته است، در شمال شهر دوشنبه، دهه عرقچین ناحیه ورزاب. این دهه بسیار جای تماشاباب است، جایی است که نوابسته از اونه که به مرکز تاجیکستان و پایتخت نزدیک است. همون جای‌های رو دارد که ما امید می‌بندیم در دوام نوار شما تماشا میکنید و لذت میبرید. این چیزی که ما رو در دهه عرقچین در یک خاک خوب و یک دهه بسیار فارم هوا به خود جلب نمود، این همون یک شاعر نامدار تاجیک است که با نام سعدالله ربیعی یاد می شود و در درآمدگاه دهه اصلا همون جایهایی که باید به تماشا کردن می ارزند و باید به نوار گرفته شوند در همون آغاز دهه قرار گرفتند و شروع کرده از همون آثارخانه سعدالله ربیعی که حالا در طرف چپ ما در این طرف قرار گرفته است و بعدا باز دیگر قسمت ها هستند که مثلا جای یادبود شهیدان جنگ بزرگ وطنی، بعدا یک مزار دیگر هست خوب اونجا مزار شهیدان یاد می شود و دیگر جایهایی که در دوام نوار تماشا خواهیم کرد. سر اول ما از همین آثارخانه استاد دیدن میکنیم، تماشا مینماییم اینجا رو و بعدا سیاحت خودمون رو دوام میدیم. نجم‌الدین یتیموف هستند، در صحبت ما آموزگار فن زبان و ادبیات مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دهه عرقچین و که به نام استاد سعدالله ربیعی گذاشته شده است مؤسسه مذکور. این عکس مربوط است به همون شاعر شیرین کلام، به همین شخصیتی که امروز سبب گشته است اینجا آثارخانه بنیاد شود، اینجا سخن اطراف اون کس شود. خب سعدالله ربیعی هستند. میتوانیم بگیم که سعدالله ربیعی اولا شاعر، گردآورنده اشعار بوی فرهنگی و اشعار بوی فولکلوری مردم تاجیک و خصوص محله یعنی که دهه عرقچین میباشند. خب اگر که اطراف ایجادیات و اطراف کارنامه‌ای او بخصوص در تشکیل حکومت نوی شورای سخن کنیم خب خیلی وقت زیاد میگیره. اگر که با اشعار ایجاد نموده او به صفحه‌های کتاب‌های او نظر کنیم ما شاهدی مهنت و مشقت و ایجاد این شخصیت بزرگ میگردیم. در ردیف اون که سعدالله ربیعی چگونه معرفی شده و این آثارخانه چگونه بنیاد شده، آثار او در همین خیلی شکل‌های زیبا و خواندن‌باب حتی به خط فارسی به دست خواننده رسید. ما آگاه شدیم و باید هم قید کنیم از خدمت‌های یک نفری که برای پاینده ماندن نام استاد سعدالله ربیعی خدمت‌های شایان کردند. حالا در برای ما قرار دارندشان استاد کریم مرادov هستند. دسترس کردم شعرهای ازبکی که در شعرهای ازبکی خود زیبایی شهر تاشکند و دوستی خلقهای تاشکند را به نهایت ترنم کرده است. ما همچون مجموعه من کتابچه ترتیب دادم، افسوس که نوالم خواننده کتابچه از این مثلا من درباره آثار ازبکی شاعر با اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر دادم که همین طرح شتا که دستگیری کنن اونها هم شاعر. اگر با ایجادیات دوره اولی شاعر میرزا سعدالله ربیعی نگریم، شاعر میرزا سعدالله ربیعی
اولی ایجادیات خودش با تخلص حصاری عشق آغاز نموده است. مثلا بینگر به چشم عبرت شاید رسی به دلبر اندر حصار عاشق دیگر نشان بیابی. اگر با خریطه کهنه نگریم، البته ما در موضع جایی که هستیم که در آنجا با وادی حصار تعلق دارد و امروز بسیار مهمان‌ها چند روز پیش آنجا مهمان شدن برای فخر افتخار و ما امروز فخر میکنیم، افتخار میکنیم که میرزا سعدالله ربیعی را نه اینکه در حدود ناحیه مرز بلکه در تمام جمهوری و به خصوص هوادارانش در وادی حصار نیز وا میکنند. خب حتی از ناحیه مسجدی ولایت صوت مهمان آمدن و نسبت ایجادیات و ثمره مهنت ادبی شاعر میرزا سعدالله ربیعی توجه خاصه داشتند. و چون از عجابت کوهستان سخن می‌رود، حال همین اسبابی که در دست ما قرار دارد این چرخچو نام دارد و اساسا استفاده می‌شود در دهه‌ها، چون مردم تاجیک هزار ساله‌ها که همون فرهنگ و تمدن بای دارند، در هر یک چیز یک محصولات و یک اسباب معین خودشون دارند. این اسباب از همسر استاد سعدالله ربیعی است برای دوغکشی در همین شکل می‌شود. این هایی داشت بچه اینه در کجای گیر میکنه بلندی های هر چه آزاد ایستن مثلا اون وقتی که من جربات در این تیمی انداختم فهمیده؟ دیده؟ انا کنترول مدرای رو خیلی میکردن و تا خلق من و دیار من هست بجا، شعر من و نام من بجا خواهد بود. این همون شاهبیت است که از سعدالله ربیعی مانده و امروز در آثارخانه ایشان محفوظ می‌گردد. شاید ربیعی می‌دانست که پس از او و پس از زندگی او آثارش زندگیش را کسی پیدا می‌شود، کسی زنده می‌کند، دوباره احیا می‌گرداند. و همین امید از آثارخانه به در می‌رویم و دیگر قسمت‌های دهه عرقچین را تماشا می‌کنیم. همیشه پای پیاده از حج رفته گست در آخرهای عصر 17 و اولهای عصر 18 300 سال زیاد شده بیده اومده یک شبانه روز همینجا مهمون میشود همون راه گریز شده بیم خریده راه گریز همینجا یک شب همه بزرگای همین دیگه یک امیر بوده که گفت مهمانداری میکنن خیلی ضیافتی بسیار میکنن بعد امیر پیشنهاد میکنه که مثلا چخیلی که همین امیر بخورو داماد شما شود یعنی که زن طلب میکنه یه مثلا شما اومده دیگه دختر رایته مثلا همین بزرگای همه وقت را که ببینید کلانای ده هوایو میگو که جنوبی امیر میگه ما مثلا با امیر گریزه دختر نمیتیم اگر مثلا به شما چقدر اسب و گوسفند در کار باشه و تشکیل میکنیم لیکن همچون امیر گریزه ما با دامادی قبول کرده نمیتونیم برای که همین دربه ما تعن میشود مثلا در شأن ما نمیشود که مثلا امیر گریزه ما باور کنیم همین با گفت یکی ببینیم که گذشتگان کلانترهای همین کشتاق بعد که امیر میمونه میره
اما عسکرای وی بازگشت کرده آمده مثلا همین آدمو میکشن. یک چیز جالبی دیگر که ما رو وادار کرد که بینیم اون چیزها رو در فیسبوک یک قصه خوندیم در صفحه بای محمد علی راهبلد ما که امروز سبب گشتن به این دهه زیبا منظر و لحظه فراغت نماییم و تماشا. انا همین چنل ها بودن اونجا یک قصه جالب میرفت اطراف این چنل ها تاریخ اونها یعنی چگونه انا همین دو چنل که در نزد بینای مسجد قرار گرفته است تاریخ زیاده از 1000 ساله دارند و با همون روایت ها و اندیشه های مردم دهه عراقچین این چنل ها افادهگر تاریخ و تمدن همین دهه عراقچین هستند. اینا بازگو میکنند که 1000 سال مقدم هم در همین موقع در همین جای دهه عراقچین اصلا وجود داشت و ارزی هستی میکرد و واقعا بسیار جالب است که با همین خیلی شکوه و شهامت قامت افروختند درختان بزرگ در فراز یک دهه کوهمنظر. بچه مردم ها 40-50 هزار روزه حج میرن من حج من هوایی حجی که 1000 سال آدم ها اصارخانه که فلانه ساختگی البته همه حج رسیگه دوستان عزیز بعد از یک سیاحت خاطرمان و نشستن و صحبت کردن سر یک پیاله چای در خاندان استاد معلم نامدار و محقق محلی اون نفری که سالیان سال به همون جمع‌آوری و تحقیق آثار سعدالله ربیعی شغل می‌ورزیدند استاد کریمجان مرادوف و بعدا همون نشستن در سر یک پیاله چای اون نفر حالا راه میگیریم به جانب دوشنبه و با همین سیاحت ما در یک دهه کوهمنظر به انجام میرسد و در این هوای گرمی که واقعا طاقت فرسا بود در این دهه ناحیه ورزاب که یک هوای خوب و یک هوای سوکین حکم فرما است بسیار خوب و نیک بود یک سفر خاطرمان هم بود.
زنده و سلامت باشید تا سیارهای دیگر خانه آباد و سربلند باشید. خیر.